حاضر هستی امروز من مسابقه کنی بیننده هم ببینن؟ گپ نمورار ما میتونه در بس به خدمت شمانه. در بس به خدمت؟ بله امورار. خیلی خوب. ما هم در بس در به تصویر میکشیم. خدایا شمورار. چیه ما گله؟ کش رنجا شما گله. گفتنی دارم خوب. که نامردی نکنه میتونه یک شیر میگیم بی اجازه هم مگی. مردم ایران سه چهار حالت بعضی میگه جوری بخیرید یا خوشحالی، بعضی میگه اشتهانی خوبی سلامتی. همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. امشب با همکارم تصمیم گرفتم در قلب هرات گردش بزنیم و با مردم، جوانان و کار و کاسبی و فرهنگ و عنعنات به نمایش بگذاریم. با ما همراه باشیم. فعلا در چهارراهی معارفی ولایت هرات قرار داریم. با ما همراه باشیم. ما آهسته آهسته میریم سمتی شیریخ فروشی بسیار پاک و تمیز و منظم و عالی اینجا قرار داره. ببینیم که چطور آیا مشتری اینا دارن ندارن، چه رقم وضعیتیه و چه فرهنگی اینجا وجود داره. ببینم کامرای ما مسابقه میکنن یا نه. سلام وقت شما بخیر. شما خوبیم جان شما جور شما. قربان شما تشکر. اسم شما؟ اسم من نورالدین. اجازه هست که همراه شما یک مسابقه داشته باشیم؟ ها چرا سلام. میشه با بیننده یک سلام داشته باشین؟ سلام حضرت تمام مردم افغانستان. بخیر باشین. چند وقت میشه اینجا شیریخ فروشی داریم؟ مدت 3 سال میشه. من پیشتر در مقدمه خود گفتم که اینجا چهارراهی معارفه، اشتباه که نکردم. نه ان شاء الله چهارراه معارفه میشه. خیلی خوب. بیشتر مشتری ها شما در روزن یا در شب؟ در شب. شب بیشترن ها؟ فامیلی؟ فامیلیه بله. رد از 10 بجه شب و بعد تا به ساعت 2 بجه 3 بجه شب ان شاء الله مشتری میاد. یعنی تا ساعت 10 11 بجه شب هم است؟ از 10 بجه شروع میشه تا به 3 بجه شب. از 10 بجه شب شروع میشه تا 3 بجه شب. بله شکر الله حساب امنیت ان شاء الله برابر مردم 2 بجه 3 بجه شب بدار میشه. خیلی خوب خیلی خوب. از کاروبار راضی هستین؟ 100% شکر. خیلی خوب. لذت میبرین؟ 100% شکر. در برنامه خود ما تصمیم داریم که همون لهجه سوچه هراتی و ضرب المثل ها، اصطلاحاتی که در هرات استفاده میشه، جوانان استفاده میکنن، از افرادی که در اینجا زندگی میکنه پرسان کنیم. مثلا در کابل وقتی اول پرسی میکنیم میگن که چطور هستین یا چی حال دارین. در هرات همین اصطلاح چگونه استفاده میشه؟ مردم ایران سه چهار حالت بعضی میگه جوری بخیرید یا خوشحالی، بعضی میگه اشتهانی خوبی سلامتی، بعضی میگن لالا خوبیم تیار خوشحالین سلامتی. سه چهار حالت هم حساب خوش آمد مردم ایران است. بالاخره تیار خوشحال شما میشه 100% تیاری خوشحالی سلامتی. بعضی خوبیم تیار خوشحالین. سه چهار حالت خوش آمد خاص میکنه مردم ایران. شما دیگه هر شب همینجا هستین؟ هر شب ان شاء الله اینجا هست. شاگردم دارین؟ ها شکر 14 تا شاگرد داریم. 14 تا شاگرد داریم. شاگرد نه دیگه ما 14 تا ان شاء الله برابر بریم. خیلی خوب. در کل شبانه چقدر مشتری رو میتونیم پاسخگو باشیم؟ یعنی تا به 2000 مشتری ما ان شاء الله بمیجیگا. چرا که دستگاه ما 4 دستگاه هر دستگاه 2 خونه 8 خونه داره. ان شاء الله به هر ساعت خیلی واسکریم ان شاء الله در میکنه. خیلی خوب خیلی خوب. یعنی مشتری هم شبانه مو 2000 تا دارین؟ ان شاء الله 100%. از خوب درآمد هم دارین؟ 100%. چرا که واسکریم تاکه شکر به سه ولایت ایران می واسکریم ما ان شاء الله به هر جا که خودستا خورده باشم مشتری خاصی داریم که تا ان شاء الله که اگه برف هم باشه و تا برفای مشتری هم ان شاء الله میایم. موفق و مایت باشید. یارو خوشحال باشید. باشه ما از یکی از همکارای دیگه شما یک سوال داشته باشم. فامیلی از کابل. امونا از کابلن. باش که امروز یک مزه. خوب هستین؟ میشه یک دقیقه بیاین این طرف؟ میشه یک دقیقه بیاین؟ شما از کابل به هرات چه کار میکنید؟ والا همین زمین آیس کریم خانه داریم. خب خیلی خوب. اسم شما؟ نصرت. خیلی خوب. نصرت جان با لهجه هراتی آشنایی پیدا کردی؟ کم مثلا مردم هرات میگه چطور هستی اینجا چی میگه؟ میگه اشتنه. خیلی خوب. موفق باشید. بخیر باشید. تشکر. سلام وقت بخیر. و علیکم السلام لالا تیار هستیم بخیرین. شکر بخیر باشید. آمدین چیکار کنین؟ آمدیم اینجا بیایم یک شیریخ بزنیم بی اجازه همگی. شیریخ زده میشه؟ خورده میشه. خیلی خوب. اسم شما؟ منصور وفا. منصور وفا؟ بله. از کجا هستین؟ شندان. از شندان؟
تازه آمدین هرات؟ 3-4 سال میشه. 3-4 سال میشه. کجا زندگی میکنی؟ صوفی آباد. به می لهجه سوچه هراتی خودم یک اول پرسی بکن. بیشک برار مانه چی بگم دیگه؟ مثلا بگو چطور هستی؟ خوب هستیم بخیرین. چطور هستیم جوانات؟ نه به هراتی بگو چطور هستی؟ چطور هستیم؟ نه به هراتی مثلا به کابل میگن چطور هستی نه؟ به هرات چی میگن؟ به ایراد اشته هستیم بخیرین. خوشحال هستی؟ شکر. خیلی خوب. کدام گفتنی چیزی برای بیننده ها دارین؟ ما به جوانا یک گفتنی دارم خوب که نامردی نکنه. میتونه یک شیر میگیم بی اجازه هم میگی. میگه ترس ما از سختی روزگار نیست، ترس ما از دورنگی آدم است. میگه چهره مرد و نامرد یکیست، زمانه بگذره تا بدانی مرد کیست. میگه در محفل بنشین که قدرت را گران داند، رفاقت با کسانی کن که از مردی خبر دارند. همون تا دیگه جوانا همگی تیار باشیم. همین شعر تقدیم به شما دیگه چی بگیم؟ خیر باشه. از شرط معلوم میشه که خب سه یک دردی داری همراه رفیقا. چی رقم بگیم دیگه؟ رفیق نمونده خلاصه هم نامرد همیتا خلاصه. خیلی کسا شکست عشقی میخورند. شما فکر کنم شکست رفاقت خوردین. ما لالا شکست رفاقت خوردیم خلاصه به درد نمیخوره. با هم جوانا میگم رفاقت نکنین که فایده نیست. یار باشیم همگی. خداحافظ. بخیر باشه. تشکر کنم مسابقه کردید. سلام وقت بخیر. سلام علیکم. وقت خوب لالا سلامت جان. قربان شما. تشکر. اسم شما؟ حبیب الرحمن. حبیب الرحمن. بله. از کجای لالا؟ از هرات. از هرات؟ بله. خب کجای هرات؟ نوآباد. از نوآبادی؟ بله. خب خیلی خوب. اسم شما جانم؟ سلام راست محمد هستم لالا چیکار هست؟ کی؟ محمد شفیع هستم لالا از هرات. خیلی خوب. و شما از کجای هرات؟ نوآباد. نوآباد. جانا. شما خوبین؟ سلام خوب هستم بخیر. تشکر. بخیر باشین. اسم شما؟ محمد حسین جان رحیمی هستم. خیلی خوب. شما از کجای هراتی؟ ما از نوآباد هستم. ولایت هرات. خیلی خوب. لالا چی هستی داری؟ شب بیرون شدی از خانه آمدی به چاره معارف هرات درسته؟ خیلی است خوب با دوستا بیامدیم یک شیریخ بخوریم. شو خوبیه. خیلی جالوکسیه. شیریخ فروشی هم ماشاءالله خوب شیریخ فروشی برابره. خیلی خوب. هر شو میایی یا نه؟ بعضی شو با دوستا بعد دو شو سه شو میایم اینجا شیریخ میخوریم. دقیقاً میایم اینجا شیریخ میخوریم؟ بله اینجا شیریخ میخوریم بعد چکر. البته شیریخ خیلی مزه‌داره. خب خیلی لوکسه. چون ما از وقت درست شده ما اینجا بودیم. خیلی لوکس شیریخ داره. مثلا مردم کابل یک کسی که میخواد سلام کنه اول پرسی کنه مثلا میگه سلام چطور هستی؟ به هرات چی میگن همین؟ شما خوب هستین بخیر؟ نمیگنی تو؟ نمیفهمی شما؟ باشه دست دیگه شما پرسان کنم. به کابل یا دیگه ولایت ها که هسته به خاطر از اینکه اول پرسی کنن از یک کسی میگن سلام چطور هستی؟ سلام. یا چی حالی؟ به هرات چی میگن؟ سلام اشتنی لالا. اشتنی لالا؟ بله اشتنی لالا. خوبی صدمندی. خب و دیگه چی میگن که ادامه بدن؟ جان شما جور رنجا شما گله چی خبر؟ چی میگذره خوش میگذره کجا هستیم برو؟ چی ما گله؟ خوش رنجا شما گله. رنجای ما گله. یک اصطلاح یا یک چیز خاصی که در هرات استفاده میشه شما با ما بگید؟ جان؟ یک چیز خاصی که در هرات استفاده میشه یک ضرب المثل یک اصطلاح خاصی که مردم بچه‌ها جوانای هرات به شهر استفاده میکنن بلدی؟ جانا لاجا به تاب باشین تا خوشحالیم بخیره. به تاب باشین؟ جانا یعنی منظور شما به تاب باشین یعنی که یعنی سرحال باشین؟ جانا پس از این فضا لذت میبرید. جانا بیامده خودم این دوستا اینجا شیریکی بخور اینجا شما خیلی به ایراجو خوش آمده. خیر بینی تشکر. خوب کردی. خوش بگذره. همچنین قربان شما. وقت خوب و خوشی داشته قربان شما. تشکر. خیر بینی. با ما همراه باشین بیننده عزیز. همراهانی عزیز همون تو قدم زده آمدم در وسط جاده تقریبا روبروی ولایت هرات یک چرخ دیدم نوشته مستانه. واقعا نمیفهمیم مستانه چی هست. باش بریم ببینیم که مستانه چیه، چی جور میکنه و برای مردم چی توضیح میکنه. سلام. سلام علیکم. وقت شما بخیر. خوبین؟ زنده باشیم سلامت باشیم. تشکر. بخیر باشین. اسم شریف؟ شرف الدین. خیلی خوب. چطوره با این شبی خزانی و روبروی ولایت هرات لذت داره؟ ساعت 20. خیلی خوب. چشم من خورد که در روی چرخ شما نوشته مستانه. مستانه یعنی چی؟ مستانه که از 5-6 نوع چیز ترکیب میشه و یک جا میشه.
به نوع مستانه میگن. 5 نوع 6 نوع چی؟ یخ داره، شربت داره، ریان داره، فالوده داره، 2 رقم شیر داره، اینا با هم میکس میشه این مستانه میشه. خب باز یک گلاس رو به چند روپیه میدین؟ 20 40 50. یعنی اصلی از این شیر جور میشه دیگه. بله. خیلی خوب. مردم میخورن، علاقه دارن؟ بله خیلی زیاد. شبانه شب چندی کار میکنن؟ میشه چندی؟ میشه میفروشیم شه 400 500 گلاسه. 400 500 گلاس. بله. خیلی خوب. یه ضرب المثل هراتی ها داری بگویی؟ نه نداری یاد؟ به لهجه هراتی به ما بگو که بفرمایید به لهجه هراتی بگوین که بفرمایید مستانه بخورین. بفرمایید مستانه بخوره. هرات هم میتون میگن؟ بله. خب به لهجه هراتی به ما بگو که شب میمان ما شویم. بفرمایید شه. بفرمایید شب. بله. خب مثلا به لهجه هراتی بگو بروید خواب شوید. بریم که خیر کنیم. بریم که خیر کنیم؟ بریم خیر شه. موفق مایت باشید. زنده باشه. سلام علیکم. با ما همراه باشید. تشکر. بخیر باشید. با ما همراه باشید. در ادامه برنامه عزیزان، ادامه جاده ولایت. سلام، چطوری؟ یاری بران ما بخیر باشی. چه کار میکنی؟ همینجا پفکنک میفرشن. پفکنک؟ چند بیجه هستی اینجا؟ 10 11 شو. خب همین دونه چندیه؟ همین دانه 100 روپه به تو. به من؟ به تو. خاطر خوشگله. خوشگله؟ از کجا هستی؟ ولایت پروان. از پروانی؟ به هرات زندگی میکنی؟ موفق باشی. خدا یاره. بخیر باشی. بیننده‌های عزیز، واقعا جاده پر جمع و جوش و عالی. سلام. بخیر مراجعه. قربانت، بخیر باشی، سلامت باشی. اسمی تو؟ فیض‌احمد. خیلی خوب. فیض‌احمد جان، چند وقت میشه اینجا تخمک میفروشی؟ حدود 5 6 ماه میشه. 5 6 ماه میشه. از کجا هستی؟ از باغ دشت. از باغ دشت. حاضر هستی امروز من مصاحبه کنی بیننده هم ببینن؟ گپ بینه مرار ما میته در بس به خدمت شمانه. در بس به خدمت. بله مرار. خیلی خوب. ما هم در بس به تصویر میکشیم. خدایا شما مرار. طرف کامرا نگاه کنیم، یک سلام بیننده ها بدیم. بخیر باشین. چی حسی داری داخل از این جاده شب با مردم، با مشتریا، با این سر و صدا، با این هوا، چی حس و حالی داری؟ میگذره برار دیگه جگر دیگه به میجگاه میته ساعت ما تیره بخیره بام کشور خو هستیم دیگه جانیم میجه خداوند میرسونه دیگه بالاخره باید تیر کنیم دیگه هر رقم باشه زندگی دیگه. یعنی خیلی خوشحالی؟ خدا را شکر فعلا زندگی که داره شکر رزین. بزرگترین آرزویی که داری به لهجه هراتی سوچه بگو، یعنی آرزو بزرگ منه. به خدا دیگه بخارم دیگه بفهمیده بیخار خو هستیم. خب گپ به سر از اینه که تو باید آرزو خود ما بگوی. پیش های طرف چرخ خوب ببینم ایننده. بزرگترین آرزویی که داری چیه؟ همین آرمی کشور ما باشه بفهمیدین در بالای دیگه شکر امیده هستن. از این لهجه تو معلوم میشه که خوب اصطلاحات هراتی با یاد داری. تا و بالا و مجم بالا و پهین و چی و بستانه. یک چند تا اصطلاحات یا آمیانه که میان جوانا رد و بدل میشه به ما بگویی؟ برم برار ما باشه هیچ گفتی نیه. یک چیزی نفر جز میکنه بفهمیدین. الکی بریم باشه بریم چاشته بریم نفر به خونه خو میره میگه بیا بریم چاشته بره. یک شعری، یک زمزمه، یک چیزی بلد نی؟ نه برو دیگه زمزمه دیگه. خیلی خوب. تشکر که خودم مصاحبه شما برار من. کار خدمت بفرمایید چیز میزی میله. در بستی سلامت باشید. بخیر باشید. سلامت باشید. خداحافظ.